سلام علیکم، شبتون بشادی، روزتون بشادی، خوش اومدید به یک ویدئوی دیگه با شادی. توی این ویدئو یک کرکتر فانتزی رو که یک گاو هست با هم دیگه میکشیم و تو محیط ایلاستریتور اجرا میکنیم. دوستی هم که پایین بازرگانی همه ویدئوهای من هست. برای اینکه این کرکتر حالت فانتزی خودش رو حفظ کنه، من تصمیم گرفتم که پاهاش رو لاغرتر و ریزتر بکشم و بدنش رو کپل و درشت بکشم تا یه حالت فانتزی طور پیدا کنه. چشماش رو هم سعی کردم به حالت خسته بکشم. البته در حین اجرا تصمیم گرفتم که فرم چشماش رو عوض کنم چون احساس کردم اینجوری خوب در نمیاد. بعد از اینکه به اسکچ مورد نظرم رسیدم دورگیری کردم و پررنگش کردم و بعد ازش عکس گرفتم و وارد محیط ایلاستریتور کردم. اوپاسیتیش رو گذاشتم روی 50 و یه لایه زیرش ایجاد کردم. لایه رو برای این زیرش ایجاد کردم که وقتی که میکشم همچنان لایه طرحم رو بالای کار بتونم ببینم. از بلاک براش برای دورگیری استفاده کردم. سایزش رو روی 1 گذاشتم با اینکه پرشر رو فعال کردم و خب دیگه انقدر خطوط من ریز بود که خیلی قوت و ضعف لاین ها دیده نمیشه. بعد شروع کردم با پنسل رنگ های سالید رو ایجاد کردم. برای رنگ‌های سالید میتونید از روش‌های مختلفی استفاده کنید. حتی میتونید اگر استفاده از پنسل براتون سخته یه شکل مثل دایره یا مربع رو وسط کار بکشید، نودهاش رو زیاد کنید و نودها رو به لبه های کار بچسبونید. این راحت ترین راهیه که میتونید استفاده کنید. بعد از اینکه رنگ‌های سالید رو گذاشتم تصمیم گرفتم که سایه بذارم. چون بدن گاوم خیلی حالت پر و کپل داره، پس زیر کار باید حالت تیره تر و سایه داشته باشه. به خاطر همین زیر کار رو حالت تیره گذاشتم و بالاهای کار رو کمی روشن تر کردم. فرم چشماش رو تصمیم گرفتم عوض کنم و برای این کار از 2 تا شیپ دایره ای استفاده کردم و در نهایت با پس فایندر اومدم اونها رو یکی کردم که در نقطه تقاطع به هم دیگه مرج بشن و در نهایت با نایف اومدم سایه گذاری ها رو انجام دادم و کرکتری که در نهایت بهش رسیدم تبدیل به این شد. البته کمی هم با رنگ سفید در قسمت های لبه های کار اومدم سایه های سفید ایجاد کردم، نور سفید ایجاد کردم.